عزیزان درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر کجا که از این دنیای بزرگ زندگی میکنید در نهایت تندرستی، شادمانی و سربلندی به سر ببرید. حال دلتون خوب باشه. خانواده محترم و فرزند یا فرزندان عزیزتون همیشه بهترین ها رو تجربه کنند و لبهای شما عزیزان همواره به خنده و شادمانی باز بشه. باز هم با درس دیگری از کتاب گرامر بی یا ب در خدمتتون هستم و همونطور که میدونید ما داریم در این کتاب آرام آرام هفته به هفته جزء به جزء موارد رو درس میدیم و با همدیگه به نکات جدیدتر میپردازیم. همونطور که روی صفحه تلفن همراه، تبلت یا کامپیوترتون دارید میبینید، در جلسه گذشته ما به این صفحه از کتاب رسیدیم و آرام با هم صفحه رو ورق میزنیم و بخش در واقع ب رو در این قسمت با همدیگه شروع میکنیم به ادامه دادن. در صفحه 88 هستیم. میبینید که der kleine Fritz träumt oft von Rittern. خب یه آقای کوچولویی، حالا بگیم یک پسر بچه کوچیکی شاید به اسم فریتز، در واقع یک تو رویای خودش اغلب برای یک ریترن داره، به اصطلاح اون از نظر ادبیات فارسی میگن رویا و خیال پردازی میکنه. واژه ریترن رو در یکی از درس‌های گذشته داشتیم و میدونیم که به کسی گفته میشه که سوار بر یک اسب و نقش یک شوالیه رو در واقع ایفا میکنه. توی جمله بعدی میگه deshalb hat er ein Buch gelesen, یه فاصله, in dem er viel über Ritter erfahren hat. در واقع توی یک کتابی باعث شده برای این آقای فریتز کوچولوی ما این ذهنیت شکل بگیره که یک در واقع تجربه شاید بگیم ذهنی براش ایجاد شده از اون شوالیه ها و میخواد که مثلا مثل یک شوالیه بتونه نقشی رو ایفا بکنه. Formulieren Sie Konditionalsätze in der Vergangenheit wie im Beispiel. فرمول بندی کنید شما اون وضعیتی رو که الان در این جمله به صورت کندیسیونال ست خواسته در گذشته طبق مثالی که به شما مخاطب محترم داده شده. توی جمله مثال گفته wenn Fritz als Ritter im Mittelalter gelebt hätte پونکت. حالا این سه تا پونکت قبلش یک کما هست، پس جمله باید تموم بشه. حالا اومده پایین‌تر دور این دایره سبز رنگمون اگه نگاه کنید و بیایم با هم دیگه جلو، گفته einen angesehenen Beruf ausüben. حالا گفته در این قسمت این شکلی رو که به شکل hätte er einen angesehenen Beruf ausgeübt رو بذارید در انتهای جمله‌ای که بالاتر داده بود، یعنی wenn Fritz als Ritter im Mittelalter gelebt hätte. حالا به جای اون سه تا پونکت بگید hätte er einen angesehenen Beruf ausgeübt. این از ausüben اومده، فعلش ausüben هست. فکر میکنم عزیزانی که دارن با آیدا استودیو کار میکنن میدونن که ما اون دوتا در واقع دردیداس و در واقع نرم افزار مربوط به افعال رو بارها و بارها درسش رو گذاشتیم که چگونه شما این رو در روی اندروید یا روی گوشی‌های آیفونتون بتونید داشته باشید یا حتی روی کامپیوترتون و بتونید فعل‌ها رو از اونجا ببینید و فکر کنید که این چگونه صرف میشه. مثل همین ausüben که بالاتر نمونه‌شو داشتیم. توی شماره 1 تمرین شماره میگه zuerst den Beruf des Ritters erlernen müssen. اول باید شما بری مثل همه شغل‌های دیگه این شغل رو یاد بگیری. حالا احتمالاً با توجه به اینکه ما در کشور آلمان زندگی میکنیم و همه شما عزیزان میدانید که اینجا برای کوچکترین مشاغل و شغل‌ها هم دوره آموزشی هست، مثل ساده ترین کارها، یعنی ساده ترین کارهای خدماتی من باب مثال، یا حتی کارهای تخصصی باید شما براش دوره ببینید. حالا در این کشور این گونه هست.
مثلا شما میتونید توی این تمرین در قسمت ب اینجوری در نظر بگیرید، بگید که برای شماره 1 در ادامه این جمله hätte er zuerst den Beruf des Ritters erlernen müssen. یعنی میخوایم اینجوری برای شما در واقع توضیح بدیم که اون جمله اول بالا که الان من دارم با این دست فرضی بهش اشاره میکنم، wenn Fritz als Ritter im Mittelalter gelebt hätte، تا اینجاش همیشه ثابته. از این کما و 3 نقطه به بعد این جمله رو میبرید به شکل Vergangenheit در شکل کندیسیونال setze. شماره 2 رو با هم نگاه کنیم. میگیم wenn Fritz als Ritter im Mittelalter gelebt hätte، 1 کما 3 تا نقطه. حالا باید این جمله دوم که گفته mit 7 Jahren als Page یا Page in die Lehre gehen müssen. حالا این رو عزیزان در هر دو حالت ما در واقع ممکنه بشنویم، اما در نسخه اصلی شما پیج ممکنه بشنوید یا پاگر رو بشنوید یا پاژه رو بشنوید. بارها و بارها به این اشاره کردم. گاهی اوقات شما عزیزانی رو میبینید که اساتید خود زبان هستند در کشور آلمان و جالب اینجاست که میبینید تلفظهای مختلفی رو میشنوید. تلفظهای مختلف رو تو گوشتون داشته باشید. شاید یک روزی اگه یه جایی تو متنی هم جلوتون گذاشتن یه دفعه یادتون بیاد که مثلا این تلفظ رو من جایی به این شکل شنیده بودم. حالا از این مبحث که بگذریم، بیایم جمله اول که داریم wenn Fritz als Ritter تا انتهای جمله. حالا بعد از کما باید شماره 2 رو استفاده کنیم و بگیم hätte er mit 7 Jahren als Page oder Page in die Lehre gehen müssen. حالا باید برای به اصطلاح این شغلی که مد نظرش هست 7 سال زمان بگذاره و بره و در واقع این دوره رو یاد بگیره. منظورش این است که برای این کار هم در واقع یک دوره آموزشی که شما باید بری پیش یک استاد، پیش یک معلم یا حتی در یک جامعه آموزشی، چون گفتی این دی لهره گین müssen. حالا اینا رو تو ذهنتون داشته باشید که وقتی میخواید جمله رو در واقع بنویسید در آزمون ها بدانید که چه چیزی مد نظره و کجا باید چه تغییراتی صورت بگیره. توی شماره بعدی باز هم همون wenn Fritz als Ritter ... تا به کما رو داریم. حالا شماره 3 رو میاریم، گفته dort zunächst Unterricht in gutem Benehmen erhalten. باید بره یک در واقع Unterricht که همون در واقع کلاس درسی، جلسه درسی هستش و اون Benehmen رو هم اگر دقت کرده باشید به معنای کسی که یک رفتار و اخلاق خوبی رو داره، یعنی یک شرایط خوب و در واقع شرایط رفتاری و اخلاقی خوبی بر اون دوره یا برای در واقع ما بین شاگرد و استاد باید برقرار باشه که بتونه در این شغل حالا شوالیه گری به اصطلاح این جمله ها بتونه موفق بشه. در شماره 3 ما چی می نویسیم؟ می نویسیم که تا اول در واقع جمله رو که شروع کردیم wenn Fritz تا آخر اون hätte کما رو نگه می داریم. حالا میایم تغییرات رو لازم میدیم. در شماره 3 میشه hätte er dort zunächst Unterricht in gutem Benehmen erhalten. شماره 4 باز دوباره همین wenn Fritz als Ritter تا به این hätte کما dann kämpfen und fechten lernen müssen. kämpfen رو که همه از Kampfsport من در یکی از درس ها داشتیم، یعنی ورزش های رزمی، هنرهای رزمی. اینجا kämpfen به معنای مبارزه کردن، جنگ کردن، فایت کردن به قول انگلیسی زبان ها. حالا یک لغت دیگری رو داریم که به معنای فشتن. ببینیم چی میشه. فشتن عزیزان شاید تا به امروز به گوش کسی نخورده باشه، اما به معنای شمشیربازیه.
همونطور که در فیلم ها، در کارتون ها، در سریال ها ممکنه دیده باشید، مثلا سریال هایی که به زمان های قدیم در واقع رجوع میکنه، شوالیه گری، شمشیربازی و در واقع مبارزات تن به تن یا حتی بر روی اسب یکی از در واقع اصول و پایش بوده. حالا ببینیم در 4 چی میتونیم بگیم. اون قسمت اول جمله که سر جاشه، wenn Fritz als Ritter im Mittelalter gelebt hätte، حالا ادامه جمله. شماره 4 میشه hätte er dann kämpfen und fechten lernen müssen. شماره 5 باز هم قسمت اول رو داریم. Wenn Fritz als Ritter im Mittelalter gelebt hätte، حالا میایم میخونیم lesen und schreiben nicht zu lernen brauchen. خب اینجا چون این شغل بر مبنای جنگ و در واقع رزم کردن هست و نیازی آنچنان احساس نمیشه که طرف خواندن و نوشتن رو احتیاج داشته باشه. خب البته دیگه الان در این دور زمانی یه خورده زیر سوال میره، ولی خب ما ادامه جمله رو مینویسیم. برای شماره 5 میایم تغییرات رو میدیم و مینویسیم hätte er lesen und schreiben nicht zu lernen brauchen و در آخر همه این جملات یادمون باشه یک پونکت میگذاریم، یعنی یک نقطه که جمله تمام شده. لطفاً از شماره 6 تا شماره 10 رو در منزل همینطور که با هم تمرین کردیم ابتدای جملات رو با wenn Fritz als Ritter im Mittelalter gelebt hätte رو بنویسید و تغییرات لازم رو از شماره 6 تا شماره 10 در صفحه 88 لطفاً برای ما در بخش کامنت ها بنویسید. بریم و به صفحه بعد برسیم، صفحه 89 کتاب. باز هم میبینیم در اون بالا نوشته Verben Modi Konjunktiv 2. حتما یادمون نرفته که ما الان چند وقت در واقع مقدار ضرب و ریتم درس رو آرام کردیم و آمدیم روی قسمت کنیونکتیو 2 داریم کار میکنیم. یکی از عزیزان در هفته گذشته یک ایمیلی زده بود، جا داره که از این عزیز هم یاد کنم، و گفته بود که مدت زمان تقریبا 1 ماه هستش که ما کتاب منشن رو درسش رو نگذاشتیم و من براشون پاسخ دادم که دقیقاً حق به جانب شماست، اما دلیل داره. ما بر مبنای درس هایی که قرار میدیم و بر مبنای محتوایی که ممکنه در اون کتاب باشه و ما هنوز به اونجا نرسیدیم یا نیاز به یک مقدار کار کرده بهتر داره، درس ها رو ادامه میدیم و در کنارش هر زمانی که به ادامه اون درسمون مربوط باشه اون درس کتاب منشن رو هم قرار خواهم داد. پس نگران نباشید. در تمرین شماره 10 میگه was wäre wenn ... Fragezeichen. اینجا در واقع به یک حالت سوال داره از ما سوال میکنه. در صفحه 89 تمرین 10 در ادامه میاد میگه bilden Sie irreale konditionale Sätze in der Vergangenheit. اینجا یک ایرئاله میخواد، چیزی که غیر واقعیه، در واقعیت نیست، حقیقت نداره. اومده برای ایش، دو، وی، دو و ده یا دکتر، کنیگ. حالا این افرادی هستن که میخواد از زبون اونا صحبت بشه. حالا برای خود من مثلا ایش گفته zu Hause bleiben، یه فاصله sich das Fußballspiel anschauen können. این روزها فکر میکنم خیلی از عزیزان که به ورزش فوتبال علاقه داشته باشن، شاید در جمع ما با این مسئله در خانواده ها شاید یه مقداری بیشتر ما درگیریم. البته من خودم شخصا به فوتبال علاقه آنچنانی ندارم، نگاه هم نمی کنم، مگر فقط در حد خبرها که مثلا کدوم تیم الان برتری پیدا کرده بر کدوم تیم و در همین اندازه. به ندرت شده در کل طول دوران زندگی من شاید حتی یک نیمه ورزش فوتبال رو بشینم و نگاه کنم. خب جزء سلیقه های من نیست، اما خیلی ها علاقه دارن و ما به این علاقه احترام میگذاریم. حالا میایم میگیم که wenn ich gestern zu Hause geblieben wäre. میبینید که از bleiben کردیم geblieben wäre کما یه فاصله hätte ich mir das Fußballspiel anschauen können. Punkt.
حالا میریم برای تمرین شماره 1 از قسمت 10 در کتاب بیگ گراماتیک صفحه 89 و میبینیم نوشته einen Kollegen fragen یه فاصله bestimmt jemand helfen können. خیلی ساده. چی میایم قرار میدیم؟ میگیم wenn du einen Kollegen gefragt hättest, hätte dir bestimmt jemand helfen können. بریم سراغ شماره 2 wir. Nicht ins Kino gehen, je فاصله, sich auf die Sprachprüfung vorbereiten können. معنا و مفهوم کلی جمله اینجوری که به سینما نرفتن و در واقع نشستن و برای اون آزمون امتحان سطح زبان به قول معروف خودت را آماده کردن. حالا اینو چه جمله‌ای برای wir میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم wenn wir nicht ins Kino gegangen wären, hätten wir uns auf die Sprachprüfung vorbereiten können. شماره 3 ببینیم چی میگه. شماره 3 میگه که nicht so stur sein, sich nicht wieder mit den Nachbarn streiten. در واقع یه اشاره‌ای به جامعه فعلی کشورمون که در این کشور داریم زندگی میکنیم هممون و اینکه اگه میخوای که مثلا با همسایه ها دوباره درگیر و به قول معروف کار به یقه و یقه گیری نکشه و دعوا و مرافع و جنجالی نشه، لطفاً با اونا به قول معروف سر به سر نذار، با اونا به اصطلاح مزاحمت براشون ایجاد نکن و آدم حتی یه دنده‌ای نباش. این نیشت زو شتور زاین رو در یکی از درس‌های دیگر هم داشتیم و اونجا هم همین معنا رو آوردم که اگه میخوای که به اصطلاح با همسایه ها دچار گرفتاری نشی، درگیر نشی، آدم یه دنده‌ای نباش، به قول معروف سرت رو در کارهایی که بهت مربوط نمیشه فرو نبر، یا به قول دوستان آلمانیمون بینیت رو زیاد بو نکش توی کارهای دیگران. اینجا چی می نویسیم؟ میگیم wenn du nicht so stur gewesen wärst یا wärst، هم ایه رو اگر بذارید درسته، هم ایه رو اگر نذارید درسته، یعنی در هر دو حال از شما نمره کسر نمی کنن. hättest du dich nicht wieder mit den Nachbarn gestritten. شماره 4 و 5 و 6 رو در منزل روش فکر کنید. حتما برای ما لطف کنید در کامنت ها بنویسید، یعنی دکتر کönig، فرau کümل و دوباره دو. این ستا رو در منزل به عنوان هاوساufgaben لطفاً فکر کنید و برای ما در بخش کامنت ها یادداشت کنید. میریم و به تمرین شماره 11 میرسیم. میگه fast oder beinahe wäre oder hätte. یه وقتایی توی جملات آلمانی و مخصوصا توی متون شما مثلا میبینید نوشته fast geschafft، تقریبا انجام دادم، تموم شد. یه وقتایی میبینید نوشته beinahe. اینو یک بار در دروس گذشته داشتیم، باز هم به معنای تقریبا در نظر بگیرید. حالا میخواد بیاد اینها رو در همین کنیونکتیو 2 برای ما درسش رو قرار بده و ببینیم ما چه استفاده میتونیم ازش در مکالماتمون در نوشتارمون داشته باشیم. Bilden Sie Sätze wie im Beispiel. Punkt. لطفا شما مخاطب محترم جمله ها رو مطابق با آنچه در مثال به شما داده شده بسازید. توی این دایره سبز معروف یا در واقع آشنا از قبل که ما همیشه باش آشنا بودیم در کتاب قبلی آ و در کتاب گرامر ب با دایره سبز، اومده گفته در فیلم fand große Anerkennung. خب یادم هست در یکی از دروس من به anerkannt اشاره کردم. خیلی از عزیزانی که ممکنه بر حسب هر دلیلی بدون هیچ گونه مدرکی به این کشور تشریف آورده باشن، این قضیه آنرکانت یا آنرکنونگ رو حتما یه بار به گوششون خورد، یعنی چیزی را به رسمیت شناختن. من با به مثال شما تشریف میارید مثلا در کشور ایران، در افغانستان، در پاکستان، در هر جایی به دانشگاه تشریف بردید یا
دیپلم گرفتید یا دیپلم یک کاری رو گرفتید، ولی متاسفانه بنا به 1001 دلیل، حالا دلایل امنیتی، دلایل سیاسی، دلایلی که شما اونجا مشکل سیاسی براتون پیش اومده، مشکل امنیتی پیش اومده و مدارکتون رو به اصطلاح ضبط کردن. من دارم واقعیت‌های جامعه آلمان رو به شما عرض میکنم. میبینید که اون مدرک همراهتون نیست، میاد و میگید آقا من این کار رو دورش رو دیدم، بلدم، حتی در محلهای کار. چاره جز این باقی نمیمونه که یا به شما جواب منفی بدن، بگن که نه متاسفانه ما بدون مدرک نمیتونیم شما رو استخدام کنیم، یا بگن که شما بیا یک زمان در واقع کار پروبتزایت رو انجام بده برای ما، کار به صورت آزمایشی، ببینیم به قول ادبیات عامیانه چند مرده حلاجی. این داستان آنرکنون به اونجا برمیگرده و فاند حتما و 100% شما میدونید که از فیندن، از در واقع فعل فیندن به دست رسیده. حالا میاد توی این پرانتز جلوش میگه einen Oscar bekommen. خب میدونیم که برای کارگردانهای بخش هنری فیلم ها دریافت یک جایزه اسکار همیشه یک آرزوی بسیار 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 بزرگ و بسیار قابل اهمیت و حائز اهمیت. حالا اومده گفته از فاست یا بایناه، در این حالت وقع یا هته استفاده کنید. ما میگیم فاست هته چون در فیلم هست، تعجب نکنید به در فیلم برمیگرده. einen Oscar bekommen. بریم سراغ جمله 1 ببینیم چی میتونیم بنویسیم. Ich habe meinen Chef geärgert. خب حالا ایشون که خود بنده در واقع اینجا ایش باشه، فرزند در نظر بگیریم، یا من از دست اون شف، از دست اون رئیس عصبانی شدم، یا ایشون رو کاری کردم که از دست من عصبانی شده. mich rauswerfen. حتی اینجا ممکنه باعث بشه بنده رو از محل کارم بیرون بندازه. حالا منظورش این که نه اخراج کنه فعلا، یا آقا برو من چشم نبینتت، من باب مثال برو از اتاق من بیرون، من بعداً خودم با شما تماس، من باب مثال. یا حتی بالعکسش. البته دقت کنید که کسی که یک جایی داره کار میکنه طبیعتاً به مافوق خودش، به یه مقدار پله‌ای از خودش بالاتر همیشه احترام میگذاره و این احترام متقابل میاره. حالا برای شماره 1 می نویسیم when do. نگاه کنید در شماره 11 اینجا دیگه شما نمیتونید از ایش استفاده کنید، اما من در برخی از کتاب ها و در برخی از منابع دیدم که میتونید شما همون ایشه رو هم به کار ببرید. مثل اینکه شما بفرمایید که fast hätte mich rausgeworfen و دیگه از خود اون ایشه به عنوان فاعل انجام دهنده کار در واقع جمله‌ای که می‌خوایم بنویسیم استفاده نکنید. بیایم اینجور در نظر بگیریم. fast hätte mich rausgeworfen رو در نظر بگیریم. این به نظر راحت ترم میاد. توی شماره 2 بگید پیتا یا پیتا liebte als Kind Tiere über alles. Zu Direktor werden. خب یه آقایی به اسم جناب پیتر از بچگی، یعنی زمانی که به عنوان یک کودک بود، خیلی به حیوانات از هر نوع، از هر تیره، از هر گونه، مثلا اسب‌ها، شیرها، سگ‌ها، گربه‌ها، میمون‌ها، طوطی‌ها و اینا میشه Tiere über alles. عاشق بوده، یعنی عشق می‌ورزیده. می‌بینید شما حتی در همسایگیتون، در فامیلتون، مثلا خانواده رو می‌بینید که یه دفعه‌ای 15 تا گربه دارن تو خونه. من باب مثال، من خودم یکی از دوستانم دقیقاً 15 تا گربه داره. البته خونش نسبتاً بزرگه و خب میتونه اینها رو به قول خودمون جمع و جور کنه، ضبط و ربطشون کنه. ولی بعضیا دوست دارن فقط مثلا یک گربه یا یک سگ داشته باشن، چه اشکالی هم نداره. اگر کسی بتونه با مسائل مالیش در وهله اول، در وهله دوم با مسائل بهداشتیش، به دکتر بردن، پزشک دامپزشک منظورم هست، مسائل مالی مربوط به این پزشک در واقع دامپزشک،
واکسینه کردنش، واکسیناسیونش، خدای نکرده اینها بر مبنای نوع بدنشون، مویی که رو بدنشونه ممکنه دچار کک بشن، دچار آکنه بشن و خب اینا ممکنه زندگی انسانها رو هم به خطر بندازه. اما خیلی هم میگن نه، ما تا به حال سالهای سال در این کشور داریم زندگی میکنیم، سگ داشتیم، گربه داشتیم، طوطی داشتیم، آفتاب پرست داشتیم و لاک پشت داشتیم. من دوستانی که شنیدم، چیزایی که میشنوم رو عرض میکنم و با مشکلی هم برخورد نکردیم. خب شکر برای خداوند که مشکلی شما برخورد نکردید. حالا این بچه علاوه بر این که این عشق و علاقه رو داشته، در زمان کودکیش میخواسته مثلا یک کسی باشه که در این یعنی در این باغ وحش یک دیرکتور باشه، کسی باشه که مثلا بره اونجا و به اصطلاح یک مدیریتی رو از خودش، حتی ممکنه مدیریت یک بخش کوچیک مد نظرش باشه، مثلا بخش مربوط به دلفین ها، بخش مربوط به میمون ها و بخش مربوط به هر حیوان دیگه، چون گفته تیغ اوبالس. اینجا چی می نویسیم؟ یه ذره فکر میکنیم و میگیم که آها میتونیم اینطور بگیم فاست وق ایر، چون باز پیتر یک پسر هست. فاست وق ایر zu دیرکتور geworden. بریم شماره 3 رو با هم ببینیم. Ich war auf der Autofahrt sehr müde. یه وقتایی شما میبینید، حتی خودتون هم ممکنه این احساس رو داشته باشید، تجربه کرده باشید. مثلا در انتهای روز کاریتون، وقتی که از سر کار، از محل کار میایید بیرون، میبینید انقدر خسته اید که ندارید که به قول معروف حتی تا دم محل پارکینگ خودرو که شاید در همون سازمان، در همون محل کارتون باشه برید و خیلی خسته هستید. اینجا داره اشاره به همین میکنه. توی پرانتز گفته einen Unfall verursachen. تو این حالت شما ممکنه باعث یک تصادف بشید. einen Unfall verursachen، باعث بشه یک تصادف به وجود بیاد. اینجا چی می نویسیم؟ در شماره 3 می نویسیم ich hätte beinahe einen Unfall verursacht. از جمله‌ای که میتونیم بنویسیم، حتی میتونیم به این نتیجه برسیم که من انقدر خسته بودم که میشد یا امکان پذیر بود یا احتمالش میرفت که باعث بشه تصادف به وجود بیاد. یعنی پاهام انقدر خسته باشه که حتی نتونم کلاچ، ترمز و گاز رو به درستی اداره کنم. لطفاً از شماره 4 تا شماره 8 رو در منزل روش فکر کنید و برای ما در کامنت ها بنویسید. عزیزان دقت کنید، اگر من این تمرین ها رو یک بارم در یکی از جلسات گذشته گفتم، برخی از این تمرینات رو به عنوان هاوس آف گابن برای شما در واقع قرار میدم، دلیل هست، دلیلی دارم برای این کار. ببینید خیلی از افراد فقط دارن ویدیوها رو میبینن و فقط ویدیوها رو میبینن، اما در کنارش اگر بخش به بخش، این رو بارها گفتم، رو همون قسمت ویدیو پاوز کنن، اینا رو روی یک برگه کاغذ وارد کنن 10 بار، 5 بار، 2 بار، حتی 1 بار و روش فکر کنن بهتره. شما گاهی اوقات میبینید که افرادی هستن که سالیان سال در این کشور حضور دارن اما مشکل دارن. و مشکل از کجاست؟ مشکل از اینجا نشأت میگیره که نخواستن یک بار اون چیزی رو که دارن یاد میگیرن تمرینش رو هم حل کنن. شما ببینید خیلی از افراد رو اگه برید بپرسید میگن که آره ما تمرین نداریم، کنتاکت نداریم. خب این غلطه. حالا ما میگیم فعلا بخش کنتاکت داشتن رو در حد A1 A2 من اینجا ویدیوهاش رو براتون در همین خانواده قرار دادم و آرام آرام به زودی بعد از اتمام کتاب منشن دیگه میریم فقط روی ویدیوهای B1 و B1 پلوس کار میکنیم. یعنی مکالمات سطح B1 و دیگه یه دونه لغت در سطح این ویدیوها شما به فارسی از من نخواهید شنید، چرا که در طی این کتاب هایی که با هم صحبت کردیم دانش شما به اون اندازه رسیده یا باید میرسیده که شما بتونید متوجه بشید. پس این هم یک نویدی برای عزیزانی که گاهی اوقات ایمیل میزنن و میپرسن که کی ما وارد مثلا
گفتگوهای سطح ب میشیم یا در واقع نفو ب صورت خواهد گرفت یا درساش قرار داده خواهد شد. عجله نکنید. همیشه گفتم تمرین 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 مساویس با معجزه. خواهش میکنم از همین ویدیوهایی که داره به رایگان در اختیارتون قرار داده میشه، نه تنها در اینجا، در هر جای دیگری که عضو هستید، اون کانال رو دنبال میکنید. خواهش میکنم پاوز کنید. عزیزان راه یاد گرفتن رو خواهش میکنم امروز دیگه برای آخرین بار شاید یک بار یاد بگیریم، با هم یاد بگیریم. پاوز کنید، فکر کنید، بنویسید روی برگ کاغذ. این گونه است که مغز شما با دست شما، با چشم شما هماهنگ میشه و شما میتونید درس رو بهتر از آن چیزی که فکر میکنید یاد بگیرید. بریم سراغ تمرین. اون گفته فراو لورنتز توت زو، یک کما پونت 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 پونت، حالا دوتا پرانتز، کلامر آف کلامر زو. اینو درسشو گفتیم. کلامر آف یعنی پرانتز باز، در انتها کلامر زو. unsere Probleme یه خط فاصله völlig unwichtig sein. حالا اومده گفته als wären unsere Probleme völlig unwichtig. یعنی همون فراو لورنتز tut so als wären unsere Probleme völlig unwichtig. سرکار خانم لورنتز جوری رفتار میکنه که انگار نه انگار این مشکل ما یه مشکل بزرگی بوده، اصلا یه مشکل انگار بی اهمیتی بوده حتی نزد این خانم. یعنی این خانم اصلا به قول معروف گردن نمیگیره که این مشکل رو ما داریم، مشکل ما اینه. حالا توی شماره 1 ببینیم گفته هرفتا توت ما ویدا زو کما پونت 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 alles wissen. آقای به نام جناب آقای فتا یه جوری دوباره عمل میکنه. حالا باید بریم این جمله داخل پرانتز رو بسازیم، بذاریم انتهاش. چی باید بگیم؟ برای شماره 12 بخش 1 als würde alles wissen. یعنی اون بابا جناب آقای فتا طوری انگار دوباره داره رفتار میکنه که گویا همه چیزو میدونه. حالا این در چه موقعیتی بوده، در کدوم اداره بوده، در کدوم در واقع شرایط اتفاق افتاده ما نمیدونیم، فقط میخوایم جمله رو بنویسیم. توی شماره 2 میگه فراو هاینریش benimmt sich کما ستا نقطه die Firma ihr gehören. این سرکار خانم بانوی محترم هاینریش یه جوری در واقع میاد و با ما یا با همکاران دیگه یا با حتی زیر دستیاش بالا دستیاش انگار که آدم فکر میکنه در واقع کل این کارخونه متعلق به ایشونه. شما هم حتما شاید در محل کار با برخی از این گونه افراد برخورد کرده باشید. هست، کاریش هم نمیشه کرد. ما فقط باید وظیفه خودمون رو، کار خودمون رو به بهترین و به درستترین نحو ممکن انجام بدیم، کاری به دیگران نداشته باشیم. برای شماره 2 می‌نویسیم قسمت اول که سر جاشه فراو هاینریش benimmt sich، حالا کما ادامش als würde die Firma ihr gehören. ihr برمیگره به فراو هاینریش. شماره 3 رو چی میگیم؟ هر لانگه redet mit mir. یا آقای به نام آقای لانگه، حالا به فارسی ترجمهش نکنیم چون واژه شاید زیاد واژه زیبایی نباشه به ادبیات فارسی ما، ولی خب فامیلیشون لانگه هست، نمیشه همکاریش کرد. با من داره صحبت میکنه redet mit mir. حالا تو پرانتز گفته ich ein Berufsanfänger sein. انگار که مثلا من یک آدم مبتدی هستم. Berufsanfänger به کسی گفته میشه که مثلا فرض کنید 1 روز، 2 روز، 1 هفته، 1 ماه یا 6 ماه، 3 ماه از کاری که شروع کرده داره از اون تایمش میگذره. من باب مثال میگن تازه کاره در این شغل. حالا تو آلمان اینطوره، شاید تو کشورهای خودمون اینطور نباشه. در اینجا چی می‌نویسیم؟ میگیم هرلنگ redet mit mir کما. حالا شماره 3 میای میگیم که als wäre ich ein Berufsanfänger پونکت. تمام. و خدمتتون عرض کنم میریم سراغ شماره 4 میگه هر Köpke führt sich auf aufführen. جمله
به فعلش دقت کنیم. فعل جدا شونده است. trennbare. توی Klammer auf Klammer zu der Chef sein. یه جوری کار رو آقای کپکه پیش میبره، یه جوری به اصطلاح تو محل کار با من به قول خودمون طی میکنه، رفتار میکنه که انگار مدیر مثلا شخص منه، یعنی مدیر بالا دست منه که اصلا اون مدیر کله، مثلا حالا اون ابتیلونگ، اون بخشی که ما هستیم. اینجا چی می نویسیم؟ Herr Köpke führt sich auf, je فاصله als wäre der Chef. لطفاً عزیزان شماره 5، 6 و 7 و 8 رو در منزل فکر کنید در انتهای صفحه 89 کتاب و برای ما در بخش کامنت ها خواهش میکنم اگر امکان پذیره بنویسید. توی بخش بعدی میبینیم که یک چیز دیگر رو برای ما مبحثش رو آغاز میکنه. کنجونکتیو 1 این direkte Rede. بسیار بسیار مبحث مهمیه. میبینید که ما در چند جلسه اخیر یه مقدار تمپو و ضرب و ریتم درس ها را آرامتر کردیم، به این دلیل که این مبحث بسیار 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 حائز اهمیتیه. در خیلی از کانال های دیگه، عزیزان دیگری که دارن زحمت میکشن، شاید شما میبینید که به این شکل رفتار نمی کنن با مبحث کنجونکتیو 1 یا کنجونکتیو 2. اما اگر به ویدیوهای دوستانی که آلمانی هستند و دارند آلمانی رو در واقع درساشو قرار میدن دقت کنید، میبینید که کنجونکتیو 1 و کنجونکتیو 2 عین همین روالی که به خود شخص بنده این دوره رو دادن دقیقاً زمان میذارن روش. خواهش میکنم برای کنجونکتیو 2 و 1 زمان بیشتری بگذارید. اینجا هم که میگه دی این direkte Rede، میاییم با هم دیگه مقدار فکر میکنیم اصلا این بخش این direkte Rede یعنی چی. یه وقتی شما دارید با یک نفری صحبت میکنید، این میشه رو در رو. اما یه وقتی شما رفتید با یک شخص دیگری صحبت کردید و دارید الان از صحبتی که با اون نفر داشتید برای یک شخص دیگه، حالا برای مادر، برای پدر، برای خواهر، برادر، همسر محترم، فرزندان و قس الهازا یا همکاران، دوستان، دارید نقل قول میکنید. اینجا این بخش رو تو ذهنتون داشته باشید. بریم پایین تا ببینیم که چی داره میگه. Der Minister gab heute Vormittag eine Pressekonferenz. اینو یک بار دیگه هم در همین کتاب باش آشنا شدیم. همین آقا با همین شکل و شمایل، با همین تصویر که گفتیم آقای مینیستا امروز پیش از ظهر با مطبوعات، با در واقع رادیو تلویزیون های مختلفی که حالا شبکه ها ممکنه خصوصی یا دولتی باشن، یک گفتگویی، یک به اصطلاح کنفرانسی داشت. حالا ما در فارسی لغتش وارد شدیم میگیم کنفرانس داشت، کنفرانس خبری داشت. من به مثال نمیدونم دقت کرده باشید یا نه، در همین انتخابات فعلی که در کشور ایالات متحده داره در واقع برقرار میشه، متاسفانه یک سوء قصدی، این هم آخرین خبری است که خواستم با شما در میون بگذارم، همین امروز خبرش رو در یوتیوب گذاشتن که به در واقع صورت اون پرزیدنت قبلی که یک رگ و ریشه‌ای هم با این کشور ما داره که در کشوری که ما زندگی میکنیم و آدمی هست که خیلی قدرتمندانه پای صحبتش میسته، کارهایی رو که میخواد سعی میکنه درست انجام بده و متاسفانه امروز به صورتش شلیک کرد یک اسنایپر، تک تیرانداز، و حالا خوشبختانه فقط به گوش ایشون یک ضربه کوچکی یا یک سوراخ کوچکی ارائه شد و خیلی سریع محافظینش روی ایشون ریختن، پوشوندن و اون نفر رو هم متاسفانه، حالا البته خودش باعث عمرش بود و یک تک تیرانداز ایشون رو هدف قرار داد و ایشون رو کشت. متاسفانه میتونید در یوتیوب خبرش رو ببینید، به در واقع رئیس جمهور قبلی کشور ایالات متحده که دوباره بین این دو نفر الان رقابت شدیدی حکم فرماست از دو تا حزب مختلف، دو تا پارتای مختلف،
و خب باید ببینیم که خبرهای در واقع بیمارستانی که از ایشون به گوش خواهد رسید. امیدواریم که به عنوان یک انسان هم نوع انسانی خودمون برای هیچ کس این اتفاق نیفته، چون تا جایی که آدم میتونه با زبان منظور انسانیت، با زبان مردم، در واقع بین مردمان آن چیزی که به عنوان یک زبان رایج هست صحبت کنه، مشکل رو حل کنه، چرا دست به اسلحه ببره؟ چرا دست به چاقو ببره؟ چرا دست به ترور بزنه؟ این کار قشنگ نیست، زیبا نیست. یاد بگیریم که با هم در یک جامعه مدنی خیلی خوب و در واقع به روش درستی کنار بیاییم. توی جملات بعدی گفته ارزاکته کوما ارزای ارشوترد über die tragischen Ereignisse auf der Megaparty. یک اتفاق تراژدی که در یک مگا پارتی بوده، گویا رخ داده و آقای مینیستر اومده گفته که من خیلی از این قضیه اصلا حتی دچار شوک شدم، در واقع یه جوری اصلا بهت زده شدم از این که چرا این اتفاق افتاده. ما با واژه ارشوترن قبلا آشنا شده بودیم، یعنی چیزی که تکان دهنده است. یه وقتی شما یه خبری میشنوین یا تکون میخورید، مگه میشه همچین طوری؟ در ادامه میاد میگه die Verantwortlichen müssten Konsequenzen ziehen. اون کسایی که باعث و مسبب این قضیه بودن باید پاسخ درخور و لازمش رو دریافت کنن. خواهش میکنم به کسی بر نخوره. در همین هفته های اخیر در کشور آلمان یکی دو تا اتفاق خیلی تلخ رخ داد که یکیش که واقعا خب خیلی ها رو ناراحت کرد و حتی گریه کردن. یک پلیس 29 ساله در شهر مانهایم هدف حملات چاقو قرار گرفت و جونش رو از دست داد. بیاییم با همدیگه یه مقدار دوستانه تر رفتار کنیم. من نمیگم همه جای دنیا در واقع مدینه فاضله است، همه چیز عالی به به، نه. اما اگر حتی چیزی ما رو ناراحت میکنه میتونیم با طرف بریم صحبت کنیم، شاید اونم واقعا افکار ما رو نمیدونه. چنانچه در همین رفتارها شما اگر یه خورده موشکافانه با دید بی‌طرفانه بگیم نگاه کنید، قضاوت سریع نکنید، میگید خب چرا این کارو کرده؟ اول بریم یه چرا بذاریم، بعد بریم ریشه یابی کنیم. خب دلیلش چی بوده؟ آیا این پلیس به شما توهین کرده؟ آیا شما از موردی ناراحت بودی که این کارو کردی؟ و طبیعتا اینجا هم در واقع میگه اون کسی که در واقع این کار رو انجام داده باید اون مسببش، اون کسی که این کار رو انجام داده و باعث این انجام این کار شده، نتایجش رو و عملکرد خودش رو، نتیجهش رو ببینه. حالا منظور از نظر قانونی برخورد بشه باهاش، حتی ممکنه به اشد مجازات که البته در کشورهایی مثل کشور آلمان نهایتا زندان هست. ما در کشور آلمان شکر برای خداوند که اعدام تا به حال ما نشنیدیم. من خودم در طی این سالهایی که در این کشور زندگی میکنم باور بفرمایید تا به حال نشنیدم. اگر کسی شنیده لطفاً زیر همین ویدیو کامنت کنه که من برم تحقیق کنم بیشتر، ولی من تا به حال نشنیدم. زندان طولانی مدت هست، کتمانم نمی کنیم. مثلا در یکی از شهرها در ایالت هسن من خودم از نزدیک زندانی رو وسط شهر دیدم. وسط شهر. این شهر، حالا شاید نخوام زیاد اسم شهر رو دقیق عنوان کنم، ولی در حول و حوش و حومه شهر فرانکفورت آم ماین هست. من از نزدیک رفتم و حتی با در واقع اون قسمت دربانی یا در واقع نگهبانی، اسمای مختلفی براش میذارن، زیشرهایت، صحبت کردم خیلی کوتاه، خیلی مؤدبانه و خیلی هم ایشون هم یک خانم هم یک آقا خیلی به من گرم پاسخ دادن، خیلی خوب، بدون اینکه چیز رو پوشش بدن، بدون اینکه بخوان خدای نکرده چیز رو کتمان کنن، که بله اینجا اینجور جاییه، اینجا افرادی که با این مشکلات هستن نگهداری میشن. مثلا کسی داریم به حبس‌های کوتاه مدت، کسی داریم که حبس طولانی مدت و حتی حبس ابد دریافت کرده.
یعنی به اضافه مثلا یه روز از عمرش، من باب مثال. ولی هست. اینی که میگم دلیل داره، چون در خلال درس مجبوریم گاهی اوقات این مثالها رو هم عنوان کنیم. و این که میگه ورد، این برمیگرده به در مینیستا، sich persönlich für unbürokratische Hilfe für die Opfer einsetzen. یه وقتایی میبینید شما یک نفر در طی این عمل ناشایستی که یه نفر یا یک گروه انجام میدن قربانی میشه، اپفا میشه قربانی. من باب مثال همین پلیس جوانی که عرض میکنم در شهر مانهایم در همین چند وقت اخیر با ضربات چاقو متاسفانه جونش را از دست داد. خب اپفا بود، یعنی قربانی این حمله با چاقو بود. اینجا داره آقای مینیستر در واقع اینطور میگه که اون کسی که قربانی شده، حالا ممکنه فقط زخمی شده باشه، خدای ناکرده جونش از دست نداده باشه، باید صرف نظر از تمام مسائلی که روی کاغذ، یعنی اون بروکراتیشه، مثلا فرضاً باید بره مثلا کاسه یا به قول معروف اون صندوق در واقع بیمه‌ای که وجود داره اینو تایید بکنه، اونو میگه اصلا دیگه نباید به اینجا کشیده بشه. روی این قربانی باید بدون هر گونه به قول معروف اطلاق وقت براش در اسرع وقت بدون این مسائل کاغذبازی کارهای لازم صورت بگیره. یعنی ببرن بیمارستان، سریع بستریش کنن، اگر عمل جراحی لازمه به اتاق عمل جراحی هدایت کنن و و و. حالا میگه außerdem plane eine Änderung der gesetzlichen Vorschriften. gesetzlichen Vorschriften به معنای آنچه که به عنوان قوانین نوشته بر روی کاغذه. تا اینجاشو داشته باشید. außerdem plane، خارج از تمام این صحبتایی که قبلش کرده، گفته یک نظر خیلی خوبی داره، یک فکری داره، یک در واقع تفکری داره که میخواد تمام این مسائلی که به عنوان بوروکراسی، به عنوان کاغذبازی هست و قوانینی که از پیش نوشته شده رو تغییر بده. یک برنامه داره برای این کار. حتما شما هم شنیدید هر رئیس جمهوری یا هر نخست وزیری یا هر کابینه ای مثل کشور خودمون که همین در طی یک هفته 10 روز اخیر میخواد بر سر یک کاری بیاد و مسند قدرت رو به قول معروف به دست بگیره به عنوان دولت بعدی یا دولت فعلی که داره کار رو شروع میکنه، میگه آقا من پلانم اینه، این برنامه رو دارم برای جوانان، این برنامه رو دارم برای بازنشستگان، این برنامه رو دارم برای صندوق بازنشستگی، این برنامه رو دارم برای مثلا ساخت مسکن و خود شخص من به عنوان کسی که اینجا در خدمتتون داره این دروس رو ارائه میکنه همیشه یک پلان دارم. پلان خودم برای خودم از قبل چیده میشه و بر مبنای اون پلان میام و کارم رو روی اون پلان به پیش میبرم. طبیعتاً در هر جایگاهی، حتی در یک محل کار، شما باید پلان داشته باشید. برای خیلی از عزیزان شاید اتفاق افتاده دیدید شما برای یک هفته صبح اول دوشنبه که فردا من باب مثال اول روز دوشنبه هست، شما میرید سر کار، میبینید پلان رو میدن دستتون یا یک پلان به دیوار تعبیه شده، میگه آقای ایکس، خانم ایپسیلون تشریف بیارید، بله اینجا رو نگاه کنید، امروز از ساعت 8 صبح که ساعت کار شروع در واقع امروز شما هست تا ساعت مثلا 4 بعد از ظهر، این پلان باید برای شما توجه کنید. مثلا از ساعت 8 تا ساعت 10 و نیم شما 2 ساعت و نیم کار میکنید، یک پازه دارید به مدت مثلا من باب مثال 35 دقیقه، 30 دقیقه، 15 دقیقه من باب مثال. حتی گاهی اوقات به عهده خودتون میگه میتونی شما مثلا پازتو مثلا اینجا کوتاه کنی، از 30 دقیقه بکنی 15 دقیقه، ولی مثلا 2 تا پازه داشته باشی. خیلی ها میگن بله چرا که نمیشه، اینجوری خیلی بهترم هست. من طبیعتا یه مقدار که کار بیشتری صورت میگیره طبیعتا بدن خسته تر میشه، فعل و انفعالات بدن، نشست و برخاست، دوندگی ها، فکر در واقع فکری و کار فیزیکی و حالا اینجا میگه گبراوخ، نوع استفادهش. Aussagen von anderen Personen kann man in der direkten Rede als wörtliches Zitat oder in der indirekten Rede wiedergeben. این بیانیه‌ای که بالاتر دیدیم که از یک شخص دیگری میتونه در یک در واقع
نقل قول که نقل قولتون مستقیمه، direkten Rede als wörtliches Zitat oder in indirekten Rede wiedergeben. در واقع شما میتونید یا مستقیما اون چیزی رو که دارید با این آقای مینیستر انجام میدید به عنوان یک کنفرنس روی ویدیو پخش کنید، روی مثلا یک کانالی پخش کنید، مثل این چیزایی که تو ویدیوها دیدید، طرف میره یک میکروفون میگیره خیلی محترمانه، حالا یا محافظینش در کنارش هستن یا نیستن و داره مثلا برای شبکه مثلا شماره 1 آلمان یک خبر تهیه میکنه، یا میتونه این رو رفته باشه تهیه کرده باشه بعد ادیت کنه و بعد برای شما نقل قول کنه، اینم میشه. حالا در ادامه میگه das gilt auch für Informationen aus wissenschaftlichen und journalistischen Texten oder öffentlichen Bekanntmachungen. همونطور که بالاتر هم نمونه شده میتونه این راجب یک سری اطلاعاتی باشه که به دانش، به مسائل یورنالیستی یعنی خبرنگاری، تکستای خبرنگاری، و یا همچنین یک چیزی که مثل این آقای پرزیدنت گفت من یک پلان دارم میخوام برای همه این در واقع پخش بشه که آقا من برنامه دارم، نباید اینجوری سرسری هر چیزی اتفاق افتاد از کنارش بگذریم. من با مثال Die indirekte Rede ermöglicht eine Verkürzung oder Objektivierung der Aussage. این indirekte Rede ای که من برای شما الان دارم در این قسمت کتاب میگم امکان پذیر میسازه که اون بخشی رو که با اون طرف شما صحبت کردید مثل همین آقای مینیستر کوتاه کنید Verkürzung، یا اون رو به رشته تصویر در بیارین Objektivierung der Aussage، یعنی یه جوری عنوان کنید که انگار طرف که داره میخونه داره اونو تو ذهنش میبینه. Objektivierung der Aussage. عزیزانی که در بخش آیتی، در بخش کامپیوتر، در برانش های مختلف کامپیوتر فعال هستن، درسی رو ممکنه گذرانده باشن به نام objektiv که زبانهایی وجود داره، زبانهای برنامه نویسی که شیء گرا هستن، یعنی اون شیء رو برای شما در واقع به منصه ظهور میارن، انگار جلوی چش شما میذارن، شما داری تو ذهنتون رو میبینی. به مثال im offiziellen Sprachgebrauch، اینجا دیگه میره سراغ در واقع زبانی که یه حالت رسمی داره، نه عامیانه کوچه بازار. Umgangssprache نه. zum Beispiel، به عنوان مثال in den Nachrichten، چیزی که من اشاره کردم در اخبار، wird dafür der Konjunktiv 1 verwendet. اینجا پس فهمیدیم که آنچه که در اخبار هم و یا در اون خبرهایی که به ما میرسه، حالا در یوتیوب، در رامبل، در خیلی از پلتفرم های دیگه شما از کنیونکتیو 1 استفاده کرده. Der Minister sagte sei erschüttert. این نمونهشه sei erschüttert. حالا میاد یه مقدار توضیح بیشتر. Die Wiedergabe von Meinungen und Äußerungen wird in der Regel ergänzt von. اون چیزی که داره دوباره بازنشر میشه، بازگویی میشه از طرز تفکر، ایده ها، یا اون چیزی که اون نفر خواسته به جامعه در واقع خبرشو بده، در یک محدوده و یک قالب به این شکل که این زیر با رنگ سبز براتون نوشته ارائه میشه. Verben wie، افعالی مثل ماننده Herr، Frau، آقا یا خانم، آقای محترم، بانوی محترمه، X meinte. حالا اینجا فرض کنید der Minister meinte، مثل جملات بالا در نظر بگیریم. sagte، antwortete، fragte، erwiderte، betonte، teilte mit. یعنی همشون ببینید به ا داره ختم میشه، کنیونکتیو 1. یا در شکل دوم wendungen wie، یه سری مثال هایی، ضرب المثل هایی، مواردی که عامه افراد جامعه، حتی افرادی که خارجی های اون جامعه هستن مثل خود ماها، که به صورت یک چیزایی که در واقع حالت توی قالبی انگار پیچونده شده، یه پیچ و تابی بهش داده شده، یه چیزایی که تو
عامه جامعه هست، اما ممکنه شما فقط در بین عامه بشنوید. باز میگه Herr oder Frau X war der Meinung. ببینید meinte der Meinung. Ansicht, Auffassung, das ایشون نظرش رو اینگونه در واقع ابراز کرد یا بر این عقیده بود که چند تا نقطه، که مثلا باید قوانین بر روی کاغذ تغییر کنه. آقای مینیستر اینو گفت. حالا تو حالت بعدی میگه wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge. یک سری آزمون‌های دانشمندانه یا محققانه یا علمی که پشت به پشت هم صورت گرفته تا مثلا فرض کنید مثلا ماده پنیسیلین کشف شده، من باب مثال، یا مثلا nach neue استن، اینجا نایستن هست، چیزی که جدیده، erkenntnissen، چیزی که تازگی‌ها به دست اومده، یک نتیجه جدیده، در واقع یه چیزی که تازگی به دست رسیده. من باب مثال همین هوش مصنوعی که ظرف یک سال و نیم اخیر برای ما انسان‌ها به دستمون رسید و الان داره با سرعت خیلی ترسناکی رشد میکنه. شما انقدر هوش‌های مصنوعی متفاوت داره به بازار عرضه میشه که واقعا آینده بشریت به گفته خود طراحانشون داره به خطر میفته. اولیش این که ممکنه یه فکر پشت این قضیه باشه که بخوان ربات‌ها رو جایگزین آدم‌ها کنن در محل کار. میشه اینطور بشه، امکانش هست، ولی ما امیدواریم که اینقدر هوش مصنوعی سرد و بیروح پیشرفت نکنه، چون خطر در دلش همراهشه. این در Umgangssprache، اینجا دیگه میاد به اون چیزی که در کف جامعه در بین مردم عادی هست. Im täglichen Leben entscheiden sich viele entweder für den Indikativ oder den Konjunktiv 2. توی بین جامعه مردم اون شکلی که ما الان بالاتر براتون گفتیم کنیونکتیو 1 به کار نمیره، بلکه یه حالت ایندیکاتیوی به کار برده میشه یا کنیونکتیو 2. ایندیکاتیوی یعنی چیزی که نشون دهنده یا استفاده از کنیونکتیو 2 به جای کنیونکتیو 1. مثلا مثالشو بارها در کنیونکتیو 2 داشتیم. پاول sagte, kommt nicht. خیلی ساده، ایندیکاتیو داره در واقع یک چیزی رو به شکل یک نمایش به شما در واقع میاره جلو چشم شما، انگار میذاره، انگار شما دارید میبینید آها پس پاول گفت که نمیاد، انگار شما دارید میبینید که پاول نمیاد. من باب مثال. یا زوزی، سوسی، حالا هر دو حالت رو ممکن میشه. زوزی عموما میگن آلمانی ها. زوسی sagte, sie müsste die Zahlen nochmal überprüfen. یک بانوی محترم سرکار خانم سوزی گفت که اون میبایست که دوباره اعداد رو مورد بررسی یا überprüfen دوباره قرار بده. دوباره بعد اعداد رو بررسی کنه. حالا احتمالاً یک مسئله ریاضی بوده یا یک مسئله بوده که باید با اعداد حل و فصل میشده و اینجا میبینید که کنیونکتیو 2 به کار رفته. بسیار خوب عزیزان، درس رو تا همینجا نگه داریم. امیدوارم که از درس امروز هم بهره کافی و لازم رو برده باشید. خواهش میکنم اگر چنانچه این ویدیو رو مورد عنایت قرار دادید، دیدید، با چشمان نازنینتون وقت گرانبهاتون رو دادید، حتما خواهش میکنم ویدیو رو لایک کنید و عزیزانی که امروز به جمع ما پیوستن بر حسب اتفاق این ویدیو رو دارن میبینن، برای اولین بار هم هست، خواهش میکنم اگر چنانچه میبینید که این گونه ارائه محتوا براتون زیباست، براتون قابل فهمتره، حتما این کانال رو در وهله اول سابسکرایب کنید. در وهله بعدی خواهش میکنم ویدیو رو لایک کنید و زیر ویدیو زنگوله مربوط به خبررسانی رو روشن بفرمایید، چون به محض اینکه ما ویدیو جدیدی آپلود کنیم برای شما نیز خبر ارسال خواهد شد و میتونید تشریف بیارید و در کنار همدیگه به رشد و تعالی زبانمون از هر حیث، هم از جنبه گرامر هم از جنبه مکالمه، کمک کنیم و همدیگر رو در واقع بسازیم و بنا کنیم.
امیدوارم در ادامه امروز بهترین ها براتون اتفاق بیفته. شما رو در پناه خداوند میسپرم تا درس بعدی عزیزان. بدرود.